برای چی وای مانعی ایجاد میکرده است برای رفت اجرای وظیفه‌های خدمتی ما شکایت نمیکرده ایم. رئیس حکومت ناحیه شاه منصور تصدیق کرد که از دلیر امامعلی روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک به دادستانی شکایت کرده است. بلال ابراهیم میگوید دلیر از ویرانکنی خانه‌ها در این ناحیه خبر داد اما نظری طرفی دیگران نگرفت. این در حالی است که خود رئیس ناحیه درخواست دلیر امامعلی را برای صحبت رد کرده بود. اول آموختن در کار، بعد میبخشید رفتار کردن. پس از آن گزارش دلیر امامعلی را روز 4 ایون بازپرسی کرده به گفتش چند شپاطه و مشت زدند و روز 15 ایون او را دستگیر و به 2 ماه حبس پیشکی گرفتند. دلیر امامعلی را بر اساس 3 بند قانونی جنایی گمانبر می‌دانند، اما خودش و نزدیکانش بخش اساسی اتهامات را رد کرده سازمان‌های بین المللی آزادیش را خواستند. یک بند قانون تیت که روز قبول شهروندان را ممکن است نوار گرفتن. متاسفانه در بعضی مقامات و اداره و نهادها همین گونه برخورد میکنند با روزنامه‌نگارا. متاسفانه در این نوار دلیر امامعلی دیده می شود که او می خواهد از مقامات ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه شرح تخریب خانه ها را گیرد، ولی او را به نزد رئیس ناحیه راه نمی دهند. آن واقعه را رئیس حکومت ناحیه شاه منصور بلال ابراهیم چنین شرح داد: ما آماده بودیم که همون نفر قبول کنیم، همون ساعت همون دقیقه میبخشید قبول من رفته ایستاده بود. شخص متصدی اوید به قبول آمدن گفتن که من گفتم مرحمت به نوار مرحمت من آماده هستم که قبول کنم. روزنامه‌نگاران و کارشناسان میگویند برای به نوار گرفتن جریان قبول رئیسان ناحیه قانونگذاری کشور محدودیت پیش بینی نکرده است و به باور آنها رفتار دلیر امامعلی نیز غیر قانونی نبود. قانونشکنی وجود نداشت. اگر وی در قبولگاه رئیس با ویران کردن ترتیبات جمعیتی راه میداد، آنها باید موافق قانون سند ترتیب میدادند و آن را به مقامات دستور پیشنهاد میکردند. یکی از بازارهایی که دلیر امامعلی قبلا از چندین قبولگاه وزیران و رئیسان اداره‌های دولتی در تاجیکستان نوار گرفته به جز از خدمات علاقه و رئیس آن بیگ صبور با مشکل دچار نشده بود. دلیر امامعلی و همکارش عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال بازداشت شدند. دستگیر شدن آنها که بیشتر درباره مشکلات مردم برنامه تهیه می‌کردند، واکنش‌های زیاد را به میان آورد. مقامات در تاجیکستان در 3 ماه اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر را دستگیر کردند که باعث نگرانی سازمان‌های حامی حقوق بشر شده است. مقامات تا کنون دعوت‌ها را برای آزادی روزنامه‌نگاران نادیده گرفتند.